تفاوت حکام و پیامبران چیه نگاه کن. انسان‌های بزرگ حب انتقام ندارن وگرنه بزرگ نمیشن. اونهایی که مربیان، اونهایی که مدیرن، اونهایی که رهبرن، اونهایی که بزرگن، اونها گذشت منطقشونه در اوج اقتدارشون. گفتم برادر بزرگوار و کریم و پسر برادر بزرگوار و کریم گفت اذهبوا فانتم الطلقاء، همتون برید که همتون رو بخشیدم آزادی. اینجا بود که ابو سفیان گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. اینجا بود که هند جگرخوار گفت در حالی که پارچه‌ای به صورت کشیده بود گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این چه حرکتی است که ما امروز تو جوانای خام، بچه‌های 15 ساله 16 ساله رو شستشوی مغزی میدن. این داعش از کجا آمده؟ این فرزند ناخوانده از کجا آمده؟ چه صله‌ای و چه ربطی به اسلام داره اصلا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی حضرت علی رو فرستاد برای فتح خیبر گفت قبل از این که وارد بشید اول صدا بزنید، شاید مردم چه مسلمان بشن. اگر نشدن مواظب باشید، پیر رو نکشید، کودک رو نکشید، زن رو نکشید، کسی که تو صومعه یا تو عبادتگاهش مسیحی یهودی هرچی هست داره عبادت میکنه نکشید، حتی اگه جوان باشه. کسی که تو زمین کشاورزیش داره کشاورزی میکنید شمشیر دست نگرفته نکشید، تعرض نکنید. زمین کشاورزی و باغهاشون و محصولاتشون آتش نزنید. فقط اونهایی که شمشیر دست گرفتن روبروی شما آمدن درگیر شدن با اونها درگیر بشید. کجا میبینید این چی فرهنگی، این چنین گذشتی؟ واقعا جوی تأسفه. این عمل محکومه. الحمدلله که 90% این جمع جوانای ارزشمند دارن تشکیل میدن. دین ما دین رحمته، دین بخششه، دین گذشته، دین عفو، دین خون نیست. بوی خون از مسلمان نمیاد. اسلام پرچم سفیده، بوی گل از مسلمان میاد. خوشبوترین گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. این رائحه خوب. مگر مسلمان میتونه آدم کش باشه؟ کار دستشون سر دارن میبرن، بعد افتخار میکنن، بعد سر که بریدن با پاشون بوتینشون لگد میزنن، مسلم میکنن جسدو. حضرت علی وقتی خنجر خود تو پیشانیش رضی الله عنه، پسراشو طلبید، بچه‌شو طلبید، گفت اگر من زنده ماندم خودم میدونم با قاتلم یا قصاص میگیرم یا گذشت میکنم. اگر من مردم با شهید شدم با این ضربه، حق نداری بیش از یک ضربه بر قاتل من وارد کنید، همون محلی که اون ضربه وارد کرده. حق ضربه دوم ندارید. حق ندارید که این اسیر رو غذا بهش ندید، 1 ماه گرسنه نگهش بدارید، ناخناشو بگیرید، بدنشو داغ بکنید، آتش رو تو دستش بذارید، همون غذایی که میخورید به این اسیر که قاتل منه بدید. اگر من موندم خودم میدونم، اگر نموندم فقط 1 ضربه بیشتر حق ندارید. رتبه اول تولید کننده باشید. ایده های خوب، برنامه های خوب، فکر خوب، طرح خوب برای آبادی مساجد، برای آبادی یه تعدادی جوانان رو بکشونیم به باشگاه، شب میان تو مسجد، یه ساعتی برن ورزش بکنن، ساعت‌هایی هم به محل کسب و کاسبی برن. جوانهای پاک تشویقشون بکنیم، برنامه‌های خوب بهشون بدیم، پیام‌های خوب بفرستیم. امسال چه برنامه خوبی بود، دیروز هم چه حلقه قرآن بوده. الان شیخ طیب به من میگفت تصمیم بر اینه که انشالله تا پایان رمضان جمعه ها تا نماز عصر این حلقه باشه، ولی از سال آینده انشالله از اول رمضان این برنامه چه انشالله 3-4 تا از قاریان خوبمون میان میخونن و باقی قرآنشون باز چه. به همین قدر بسنده میکنیم. از حوصله همه شما بزرگواران چه تشکر و قدردانی میکنم. انشالله در فرصتی بعدی اگر که خدا حیاتی باقی داد انشالله فردا ظهر در خدمتتون هستیم. فردا ظهر دنباله اینو چه تکمیل میکنیم.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما